مادر شخصی است که حتی دنیا با تمام هستیش جای او را گرفتن نمیتواند. چهره فراموش نشونده چهره مادر است. مادر آفتاب خانه است. اگر در عائله مادر نباشد، کودک به مثل میوه‌ای که آفتاب را نمیبیند کلان میشود. بد اخلاق باشیم هم، یگانه شخصی که ما را عفو میکند مادر است. یگان محبت و شفقت جای محبت و شفقت مادر را نمیگیرد. در دنیا یگانه زنی که ضرر نمیرساند مادر است. زن مادر که شد به کمال میرسد. به مثل مادر یار، به مثل وطن دیاری نیست. مادر برای شفا یافتن فرزندش داروی تلخ می‌دهد. خداوند برای بنده های دوست داشته‌اش تلخی دنیا را می‌دهد. مادر یگانه گنجور است که غم و غصه‌مان را آنجا می‌گذاریم.